نامه کارانا و سوداگر. ای غلام خدا، امروز که من تمام جهان را به چالش کشیدم و انسانها را مثل مور و ملک کشتن دارم، تو باشی بی پروا بازار خود را به نام من گرم داری. تو هر بار از آمدن جنگ، از فرارسی ماه شریف رمضان، از زهرالو شوی انسان ها، از داعش و طالب، از هر بدبختی سوء استفاده کرده قیمت کالای خود را بالا میبری. آیا خبرت نیست که فردا روز قیامت از عدل و انصاف تو را سوال خواهند کرد؟ آیا ندیده ای که میزانت به چشم قشر آسیب پذیر خاک می پاشد؟ از میزان گوری تنگت یادت نیامد؟ آیا به خود نمی اندیشی که اگر به سرزمینت بیایم اول از دامن تو دو دسته میگیرم و از گلویت که سالهای سال به هر بهانه خون خلق مظلوم را خورده ای سخت میفشارم. آیا از غضب آفریدگار ذوالجلال نمی ترسی که هر نماز جمعه طرف مسجد میدوی تا ریاکارانه نماز بگذاری، اما وقتی برگشتی مالت را در چند می فروشی؟ آیا از آن حجاب و سترت شرمت نمی آید که به خریداری به این هم از ترس من با وهم زده با صد زبان قسم می خوری و دروغ می گویی؟ آیا احساس نمی کنی آیا احساس نمی کنی که پروردگارت مرا به خاطر مجازات شدن انسانیت فرستاد تا بالاخره درک کنم که حق مردم خوری، ظلم و استبداد، آزار و شکنجه، قتل و تجاوز، زورآوری و نابرابری، اکستریمیسم و تروریسم خاتمه یابد. آیا ندیدی که مردمان ایتالیا سراسر از توسط من با وادی خاموشان راه پیش گرفتند و بقیه در نزد خدای یک و یگانه با زانو زدند تا خلاق به آنها رحم نماید و دستی مرا از سر ایشان بردارد؟ آیا به آن طبیبانی که دور از خانواده عزیز خود جهت پیشگیری از تشریف من شب و روز سعی میکشند و جانشان در چنگال خطر است عرض سپاس گفتیم؟ و به آن فرشته های زمینی، خواهران شفقت و برادران مهربان و جان فدا چند درهم از قیمت واقعی نرخ آرد را ارزان‌تر کردی؟ اگر وجدانت را به ارزانی می فروشی و از خدای جبار نمی ترسی، پس من به دنبالت می آیم و دستت را محکم می فشارم.